салом бинандагони азиз. ваҳдати хуросон чунин ном дорад суруде ки марзҳоро убур карду ба қалби миллионҳо нафар форси забонони ҷаҳон ҷой гирифт. матни суруд ба қалами шоири халқии Тоҷикистон Давлат Сафар тааллуқ дошта. муаллифи оҳанг бастакори машҳури Эрон Аҳмад Баён аст. ин сурудро се ҳунарманд аз се кишвари форси забон, Ситораи Кароматулло аз Тоҷикистон, Муҳаммад Абдулҳусейнӣ аз Эрон ва Фаҳим Фано бошад аз Афғонистон иҷро карданд. وحدت اهل خراسان وحدت اهل خراسان عالمی از آل سامانیم از غرور سربداران پایبند راه ارمانیم از هم آوازی ما آید آهنگ وفا آید آهنگ وفا از هم آوازی ما. شعری وحدت اهل خراسان نیز هشدار یا یک اشاره به آن همون رقیبانی که در زد و خورد تمدنی قرار دارند، در حال برخورد هستند. نقارات همین پیام سیمفونی همین سرود جام جمشید بجوش عهد پیمان کروش شعله از این هر دو مباد هیچگاه خاموش. یعنی آتشی صداقت صمیمیت ما همیشه فروزان است نسبت به تاریخ گذشته خود، نسبت به فرهنگ معنویات و تمدن خود. و این هشدار و این اشاره خواهیم نخواهیم اگر از روی صداقت صمیمیت باشد به گوش رقیب میرسد، به گوش ناتوانبینان میرسد و احساس میکنند که اون افتخار و سرفرازی و صداقت و صمیمیتی که ما ازلی است حالا هم پابرجاست، حالا هم استوار است. این تاریخ، این تمدن، این فرهنگ معنویات صاحب خود را دارد، صاحب این ملت تاجیک است. جام جمشید بجوش عهد و پیمان کروش شعله زین هر دو مباد هیچگاه خاموش. افتخار دارم که بار دیگر بر روی یکی از اشعار زیبای آقای دولت سفر شاعر خلقی تاجیکستان موسیقی نوشتم و این موسیقی را تقدیم می‌کنیم به تمام پارسی زبانان و اینکه این موسیقی بیانگر و نشان دهنده وحدت میان پارسی زبانان است و نقش بسیار بسیار خوب و سازنده‌ای در این پیوند پارسی زبانان خواهد داشت. دیگر اینکه این شعر و این اثر موسیقایی با یکدیگر آمیخته شدند و توسط یک خواننده ایرانی، یک خواننده تاجیک و یک خواننده افغان اجرا شدند و توسط ارکستر سیمفونیک پرزیدنت و اپرا بالت و اینکه در این موسیقی شعر به گونه‌ای است که به هیجان آورنده و تهییج کننده این حس وطن دوستی و حس آیینی و آیینگرایی ما پارسی زبانان است. وحدت بین پارسی زبانان را با زبان موسیقایی بیان می‌کنند. وحدت خراسان با اشاره به تاریخ کهن بنیاد ملت تاجیک، خاصه ایمپریای بزرگ تاجیکان که در تاریخ با نام خراسانی بزرگ آمده است، انشا شده است. هر یک مصرع آن بازگوی تمدن تاجیکان و تاریخ و فرهنگ آن است که
با صدای مرغوله‌دار این سه سراینده سرشناس و آهنگ خاصه پر از غرور و شرر خیلی مؤثر صدا می‌دهد. آید آهنگ وفا از هم آوازی ما. باری اول همین اصطلاح خراسان یا که خراسان بزرگ اساساً در عصرهای 5 و 6 پیدا می شود. زمانی که در قلمرو وطن تاریخی ما سلاله آریایی های ساسانی سر قدرت بودند. گفتم ممکن است که شهرهای خراسان مثلا بخارا بود، سمرقند بود، مرو، بلخ، هرات، کابل، توس، نیشاپور و غیره. اما همه همین سرچشمه وقتی که تحلیل میکنید بسیاری عالمان معاصر ما هم در قلمرو امروزه ایران هم در قلمرو افغانستان مورخان آنها هم مورخان ما به همین عقیده آمدن ایستادند که در قلمرو خراسان 4 شهر بزرگ وجود داشت. این شهرهای نیشاپور، شهر هرات، بلخ و مرو. حاضر ما مثلا وقتی که فکر میکنیم مرو میگوییم در قلمرو ترکمنستان است. هرات یا که بلخ همین خیلی میستیم امروزه وقتی که جغرافیاش نگاه میکنیم در قلمرو افغانستان است. نیشاپور در قلمرو ایران است. این در قسمت های شرق و جنوبی ایران امروزه است. ما گفته میتوانیم که قلمرو خراسان بزرگ حدودهای امروزه قسمت غرب و جنوب ایران، قلمرو امروزه افغانستان، حدودهای امروزه تاجیکستان، قسم زیادی امروزه ازبکستان به خصوص خوارزم رو در بر میگیرد. همین گونه یک جغرافی خیلی وسیع دارد. این شما تصور کنید که در قسمت شرق سرحد خراسان بزرگ تا به قطارکوهای هندوکوش ساحل دریای هند حتی رفته میرسد، مرز هندوستان. خب در قسم غرب میرود تا ساحل بحر کاسپی، بحر خزر و در شمال هم میرود تا ساحل های بحر خوارزم، ارال و در قسم جنوب انا امروزه طوری که بالا گفتم تا حدودهای نیشاپور قسمت های جنوب امروزه ایران رفته میرسد. این گونه یک مرز و بومی بسیار فراخ و وسیع بود. تلاش ها و تاکید های پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان نیز همین است که هر یک تاجیک و تاجیکستانی باید تاریخ خیش را داند، از گذشته خود آگاه باشد و با بزرگان ملت خیش افتخار نماید. به هر یک خاندان تاجیک از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی سرور دولت محترم امام علی رحمان تقدیم کردیدن کتاب تاجیکان علامه بابا جان غفوروف و شاهنامه بیزوال حکیم فردوسی نیز چنین حکمت داشت. زیرا در زمان جهانی شوی پاس داشتن و حفظ کردن تاریخ و فرهنگ خیش در برابر حفظ مرز و بوم خیلی مهم است. ملت شاهنامه خوان و مثنوی دان، ملت معنا سرای رودکی وار، ملت سعدی سرا و خواجه حافظ با زبان همزبانی پایدار. پیشوای معظم ملت در یک برآمدشان با فرهنگیان کشور اشاره کردند که برای ملت را از بین بردن، وطن را از بین بردن، سراول فرهنگ از خود میکنند، تاریخ میدوزند و این دیگر حاجت به مبارزه های تیر و توپ و تنگ نیست. از این خاطر در همین شعر اشاره است که وحدت اهل خراسانیم، عالم از آل سامانیم، از غرور سربدارانیم، پایبند دست ارمانیم. یعنی ما به همون گذشته خود به
جلوه تاریخ تمدن خود پابند هستیم. کسی اینو از دست ما گرفتن نمیتواند. کسی بزرگان ما رو هرچند که این در هر 100 ساله یک برخورد می شود که سرآمدان ادبیات و سرآمدان علم ما را از خود میکنند و این باعث افتخار ما است که از روی هوس میکنند که ما الان خیلی عالم بزرگ چون سینا داشته باشیم، چون برینو داشته باشیم. این افتخار ما است که اونا هم همین هوس، همین تاریخ تمدن و سرآمدان ادبیات علم ما را داشتن میخواهند. اون دیگر اون ابوعلی سینا را ابوریحان بیرونی، مولانا جلال الدین بلخی را هرچند که دعواگران هم مثلا بسیار میخواهند که مالی اونها باشد، این دیگر بیفایده است. اینا مهمتر از همه به زبان تاجیکی ایجاد کردند. این دلیل معتمد است، سرچشمه معتمد است ایجاد اونها به زبان مادری است. این بزرگان تاریخ ادبیاتی ما مال بشریت هستند. اگر کسی حق و حقوق دعوا کرده ندارد، اگر مثلا مولوی جلال الدین بلخی مال بشریت است، یعنی از بشریت است. این باعث افتخار مردم تاجیک فارس است. اگر ابوعلی ابن سینا دنیا را تسخیر کرد، مدد از همون عباره مدد سینا است. ملت های هستند که تاریخ سازی میکنند. ما تاریخ سازی نمیکنیم چون که تاریخی بای و غنی و قدیمه داریم که آن را صاحبی میکنیم و امروز شرافت آن همون تاریخ تمدن ما باز برای ما آفرینش های دیگر را هدیه میکند. تا آمدن عرب قدرت در دست ما بود در قلمرو خراسان بزرگ، اگرچه که با این نام کم ذکر میشد، اما همین جغرافیا در زیر دست باباهای ما، مثلا یک قسمتش در زیر دست ساسانیا بود، قسمت دیگر در قلمرو شرق در دست هیتالی های آریایی بود و یک مدت کوتاه عرب ها آمدند و اینجا رو ضبط کردند. اما با گذشت یک مدت باز طاهری ها ظهور کردند و در سال 821 یعنی در عصر نو دولت خود را در خراسان تأسیس دادند و این دولت را همونطور گفتیم با نام خراسان بزرگ هم شناخته می شود. و پس از این یعقوب ابن لیث آمد در همین قلمرو دولت خود را ادامه داد، در حکومت خود را و حکومت وی هم که امروز با نام صفاری ها ذکر می شود در یک قطار سرچشمه ها با نام دولت خراسان بزرگ ذکر می شود که بعد در سال 900 قلمرو خراسان بزرگ رو از جانب اسماعیل سامانی تکمیل داده شد. اسماعیل سامانی اون حدودهایی که در زیر اطاعت وی بود با نام ورارود یا ماوراءالنهر آن را با خراسان متحد کرده دولت واحدی کامل تاجیکی را تأسیس داد و در همین قلمرو تشکلیابی خلق تاجیک به انجام رسید. تاجیک همچون خلق پورا تشکل یافت در همین دوره. از هم آوازی ما آید آهنگ وفا، آید آهنگ وفا از هم آوازی ما. به اندیشه من این گونه سرودها هر روز بیشتر از پیش خواهد شد، چرا که نیاز ما پارسی زبانان این است که با یکدیگر هر آینه پیوندمان را بیش از پیش گردانیم و دیگر اینکه توجه خاص محترم امام علی رحمان پرزیدنت محبوب مردم تاجیکستان و پارسی زبانان به این مورد، یعنی به پیوند ما پارسی زبانان، باعث می گردد که کارهای هرچه بیشتر در این خصوص ایجاد و تولید گردد. من بر این باور هستم با توجه خاص پیشوای پارسی زبانان، پیشوای فرهنگی پارسی زبانان محترم امام علی رحمان، هر آینه پیوند ما پارسی زبانان با یکدیگر بیشتر خواهد شد و وابستگی و همبستگی ما بیش از پیش خواهد شد و هنرمندان دیگری از سراسر دنیا که پارسی زبان هستند به یکدیگر خواهند پیوست و آثار و شاهکارهای هنری و موسیقایی به ملت پارسی زبان تقدیم و پیشکش خواهند کرد. ما همه از پنجه تاریخ مشتیم. واقعا هر یک مصرع سرود وحدت خراسان حس وطن دوستی و افتخار ملی هر یک نفر را بالا میبرد.
با سرود وحدت خراسان امروز نه تنها چاره‌بینی‌های سطح بین‌المللی کشورهای فارسی زبان شروع می‌گردند و در تمام شبکه‌های تلویزیونی و رادیویی و اجتماعی پیشکش فارسی زبانان می‌گردد، بلکه این سرود به خاطر هر یک نفر یادآور و یادرس می‌شود که ما چه تاریخی داشتیم و چه ملتی بودیم. ملت شاهنامه خوان و مثنوی دان، ملت مناصرای رودکی وار، ملت سعدی سرا و خواجه حافظ، با زبان همزبانی پایدار، از هم آواز